icazə buyursa, elə farsı dil qonaqlarımızın içində fars da vardı. Bir dəfə tərcümə edəm. Bu arada. قبل از همه سپاسگزارم از همه دوستان، رفقا، کسایی که از دور و نزدیک تشریف آوردن، زحمت کشیدن. بسیار بسیار سپاسگزاریم. من با شاهرخ تقریبا با هم بزرگ شدیم، هم سن و سال بودیم، خصوصا تو اون دوره بچگی، دوره مدرسه تا مثلا مواقع انقلاب اینا که هنوز این دسته‌بندی اینا نبود، خیلی با هم عیاق بودیم، تو همه چی با هم بودیم، با هم زندگی میکردیم، بیشتر آشنا بودیم. شاهرخ یک انسان خوش‌ذوق، تیزهوش، صادق، خنده‌رو، شوخ‌طبع و در این حال جدی. هر چیزی رو که قبول می‌کرد حتما تا آخرش پاش بود، ادامه میداد. برای شاهرخ فرقی نمی‌کرد اگر قرار بود به دوستش کمک بکنه یا قرار بود یه تحول بزرگی رو به وجود بیاره، براش یک اندازه ارزش داشت، فرقی نمی‌کرد، پایبند بود به این ارزش‌ها، به این قول‌ها، به این رفتارها. در حوزه فکری هم همینطور بود. شاهرخ یه آزادیخواه، وطنپرست، انسان دوست، انسان شریف، صدیق، آرمان خودش رو داشت، هیچ موقع پس نذاشت، تا آخرین لحظه از آرمان خودش دفاع کرد. آرمان خارج از این که تو چه حوزه فکری بوده، بسیار انسان دوست، برابری طلب، عدالتجو، صادق. حتی اون موقعی که زندان هم بود، بعضی موقع زنگ میزد، بودم معتادانی که زندان بودن یا حتی کسی که خلاف هم کرده بود، برای شاهرخ فرقی نداشت. زنگ میزد، میگفت که اگر میشه به ایشون کمک بکنید، وکیل بگیرید، کاری بکنید، ایشون به نظرش مثلا اون موقع خطا کرده، به هر حال به یه دلیلی که شرایط باعث شده زندان افتاده، کمک بکنید بیاد بیرون. یعنی یکی دو تا مورد اصلا همچون تیپایی بودن. من خودم تعجب میکردم که با این آدم خلافکاره فلان، ولی از نظرشون فرقی نمیکرد. انسان از اول خلافکار یا صادق متولد نشده. انسان ها وقتی متولد میشن پاک به دنیا میان. حالا شرایط باعث میشه که بعضی ها ممکنه خلاف بکنن، بعضی ها ممکنه یه صدمات اجتماعی ببینن. این دید شاهرخ بود و تلاشش برای همین بود. میگفت شرایط را باید به وجود آورد که این صدمات اجتماعی، این ضررهای اجتماعی به وجود نیاد، انسان ها بتونن با شرایط مساوی در کنار هم زندگی بکنن. به همین دلیل هم برابری و برادری و عدالت و انسان دوستی و در نهایت از دیدگاه ایشان هم سوسیالیسم آرمان ایشان بود. تو این ارتباط فعالیت کرد، تلاش کرد. شاهرخ هیچ موقع از اول کارگر نبود، اصلا نیازی هم نداشت کارگر بشه. شرایط براش خیلی مهیا بود، خیلی بچه تیزی بود، به جای این مطالعات میتونست موضوعهای دیگر رو مطالعه بکنه، ولی انصافا از اول تا آخر به اون ایده خودش وفادار موند، به هر مشقت و سختی تن داد تا اینکه بتونه از آرمان خودش دفاع بکنه و در نهایت هم در این راه رفت. در مورد نحوه اتفاق، چند روز بعد از این اتفاقی که افتاده بود، شخصا خود آقای اژه‌ای در مقابل یه خبرنگار توضیح دادن که بررسی میشه، پیگیری میشه، امیدواریم واقعا اینجوری بشه، بررسی بشه، به صورت قطعی اعلام نظر بشه، ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده
ایشان در دست یک سازمان دولتی و به دستور سازمان‌های دولتی دستگیر شده بود. حالا به هر دلیلی به زندان محکوم شده بود و در اختیار اونا بود. طبیعی هست که زندانبان‌ها مسئولن، باید جوابگو باشن چه اتفاقی اونجا افتاده و مقامات مسئولن باید این توضیح رو بدن، مشخص بکنن. ولی چجوری میشه احساس امنیت کرد تو یه جامعه که زندگی میکنیم؟ قرار باشه با هر محدودیت کوچیکی یه همچون اتفاقی بیفته، پس کی میتونه اعتماد بکنه تو این جامعه زندگی بکنه؟ بعد اون موقع همه جمع کنن برن. من به شخصه اعتقاد دارم که باید فضا رو باز کنن، نباید این کارا رو بکنن. اصلا گرفتن، دستگیر کردن اینا توی جامعه دموکراسی چه مفهومی داره؟ چرا باید آدم‌ها رو دستگیر؟ میتونن با هم بشینن بحث بکنن، یا خودشون منطقشون ضعیف‌تره یا اطلاعاتشون ضعیف‌تره. به هر چیزی که باور دارن میتونیم قسم بخوریم که اون جمله‌ای که به کار برده میشه ضد امنیت ملی، این دروغ محض. نه، همه ماها یک درک مشخصی از این رفتارهای اجتماعی داریم، دنبال اینیم که اینو تو جامعهمون پیاده بشه. ممکنه خوشبخت باشیم، ممکنه اشتباه بکنیم، چه ایرادی داره؟ بشینیم با هم بحث بکنیم، مجادله بکنیم، صحبت بکنیم. بله محدودیت هم باید باشه، خب طبیعی باشه، ولی نه اینکه دیگه هر کلامی رو هر کسی بیان بکنه باید بره اونجا پاسخگو باشه. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ از این جنبه هم ما به هیچ وجه راضی نیستیم که شاهرخ یا دوستان شاهرخ تو زندان بمونن. امیدواریم همه اونا آزاد بشن، بیان فضا رو تو جامعه باز بکنن، همه ما در کنار هم بگیم، صحبت بکنیم، مشکلات رو مطرح بکنیم، ایده هامون رو مطرح بکنیم، آرزوهامون رو مطرح بکنیم. اگه برنامه‌ای هم بود جمع بشن کنار هم برنامه مثبت اجرا بکنم. امیدوارم یه روزی این اتفاق بیفته. ولی شاهرخ و کسایی که آرمانشون سوسیالیسم بود دنبال این هدفم، غیر از این هیچ هدف دیگری نداشتن. یادش رو گرامی می‌داریم، یاد شاهرخ گرامی باد، یاد دوستان شاهرخ که در این راه رفتن گرامی باد و امیدواریم دیگران هم پایبند به این قضیه باشن و دفاع بکنن از این حقوق، نه اینکه اینو به عنوان یک عامل منفی بلکه به عنوان یک عامل مثبت بدونن و در جهت مثبت در جامعهمون ازش استفاده بکنن. و تو این پروسه، تو این مدت جریانات مختلف، احزاب، جمعیت‌ها، شخصیت‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، سایت‌های مختلف به مناسبت این اتفاق برای شاهرخ و بزرگداشت گذاشتن. من از طرف خانواده شاهرخ، خانواده زمانی، از طرف خودمون خانواده پناهی، از طرف خانواده نجاتی و همه فامیل و دوستان، از همه این افراد سپاسگزاریم، دستشون رو میبوسیم، تشکر میکنیم که به احترام شاهرخ وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، هزینه کردن و از شخصیت ایشون دفاع کردن. امیدوارم پاینده و زنده باشن این دوستان. برای ما هم فرقی نمیکنه کی، چه کسی، چه جریانی از چه طیفی بوده، همه مال این جامعه، همشون هم خوبن، رات شب هر کسی بوده از همشون سپاسگزاریم. امیدواریم این رفتار را با بقیه آدمای صدیق و سالم و مبارز و انسان دوست داشته باشن. درود میفرستم به یاد شاهرخ، درود میفرستم برای همه شما که زحمت کشیدین تشریف آوردین. سپاسگزارم و از همه دوستان دعوت میکنیم نهار حتما تشریف بیارن توی رستوران آذراب توی خیابون الگولی. بازم ممنون و سپاسگزارم. من حرف دیگه buyurun.